فتنه انقلاب در بخارا. پنتورکیزم بولشویکی بسیار کوشید که تاجیک دیگر تاجیک نباشد، از منش خود محروم گردد، از منیت خود از خودی خود روی گرداند، به هستی دیگر به هستی خلاف معنویاتی والا، خلاف رسم و آدمیت رو آورد، ستم معنوی آدم را به سوی ناآدمی روان میکند. پنتورکیزم و بولشویزم در بسیار موردها به این نیت خود نایل نشد، نتوانست تاجیک را از تاجیکیت برگرداند، از راه آدمیت برآرد. در بیشتر موردها مردم ظاهراً برای چشم فریبی هستی دیگر را بپذیرفتند، باطناً همچنان بودند که بودند. اما در بسیار موردهای دیگر مردم تبلیغات پنوزبکیزم را عین حقیقت پنداشته و خود را ازبک به قلم دادند. در بعض موردها مردم برای زمانه سازی، گاه برای سودجویی و منصب خواهی خود را ازبک اعلان کردند. در بیشتر موردها کارگران مردم را نپرسیده ازبک می نوشتند. این است که پنتورکیزم و بولشویزم که به انقلاب به بخارا آمد، تیشه بر ریشه هستی معنوی تاجیکان و به ویژگی های تاریخی ایشان زد. از این رو باید بگوییم که انقلاب را زیان بیشتر از سودش بود. انقلاب بولشویکی پنتورکیستی یک تبدلاتی کلاً کمسود و پرزیان آور بود. ملت تاجیک از ثمره های انقلاب هرچی بهره برده باشد همش بسیار گران افتاد. از بس که آنچه انقلابی بخارا خواندند در واقع یک اصطلاح بولشویکی پنتورکیستی بوده است که امروز آن را نباید انقلاب بنامیم، نام دیگر برای آن باید پیدا کرد که مناسب باشد. شاید تاریخ شناسان نام شایسته خواهند یافت. بهتر است که از نامهای شاهدان نقطه سنج واقعه دادند یکی را انتخاب بکنیم. صدر ضیا انقلاب بخارا را بلا و بلوا گفته بود. در جای دیگر صدر ضیا از تاریخ تالیف نوادری ضیاییه خود سخن رانده از جمله گفته است: در سال 1918 میلادی در فتنه انقلاب این کتاب موقوف گشت. با پندار این بنده نگارنده، فتنه انقلاب تعبیر خوب برای فهمانیدن معنای رویدادهای انقلاب در بخاراست. فتنه به معنای بلوا و آشوب، شور و شر، جنگ و فاش آمده است. انقلاب بخارا یک فتنه انقلاب نما بود و بس. زوراوری پنتورکیستی، سیاست نجات کوشی و تاجیک زدایی که از اول انقلاب هرچی بیشتر قوت یافتن گرفت، این چنین مبارزه صنفی که نیز ماهیتاً راه تازه کردن برای حاکمیت مطلق خودکامه بود، مقابلیت سخت با شکل‌های گوناگون به میان آورد. مقاله گرفته شده است از کتاب محمد جان شکوری بخارایی، پنتورکیزم و سرنوشت تاریخی تاجیکان.